پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در سنن ترمذی ابن ماجه آمده است اعمار امتی ما بین 60 الی 70. عمرهای امتی من بین 60 و 70 است گفتم. یعنی اکثری، یعنی حساب میانه هستیم برادرای عزیز، حساب میانه عمر امتی من بین 60 و 70 است و اقلهم من یجوز ذلك، کمترین آدم ها از 70 میگذرند. اکثری مردم بین 60 و 70 است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم 63 ساله شده از دنیا گذشتند. حضرت ابوبکر 63 ساله شده از دنیا گذشتند. حضرت عمر 63 ساله شده گذشتند. حضرت علی 63 ساله شده گذشتند. یا حضرت عثمان زیادتر عمر دیدند. ولی که همه از 5 نفر انسان ها 4 نفر اینها 63 ساله شدند. یعنی بین 60 و 70 پیامبر صلی الله علیه و سلم است. من ببینید مثلا عمر امروزه مردم دنیا، مثلا کمترین عمر مردم افریقا است، حساب میانه 35 است. بله هستن افریقایی هایی که مثلا 100 گذشتن لیکن کم است. هستن مثلا افریقایی هایی که مثلا در سن 1 سالگی 2 سالگی از دنیا میگذرن و بسیار هم هستن، لیکن حساب میانه عمر آنها 35 ساله است. حساب میانه عمر افغانستان 40 ساله است در عین حال برای موجود بودن جنگ. افریقا از حساب بیماری و فقر و عمر مردم اروپا از 85 تا 90 برای آنکه به حیات خود اهمیت میدهند و غذاهای بهترین را تناول میکنند و غم و غصه و درد و کمبغلی و بیماری کم دارند. لیکن همه این را اگر گیریم و عمر همین عصر ما و عمر از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا قیامت همیشه گیریم، حساب میانه اکثر مردم بین 60 و 70 زندگی میکنند. یعنی اگر 60 گویید حیات یک انسان را ببینید، اگر 8 ساعت در یک شبانه روز اگر انسان خواب کند، از 60 سال 20 سال عمر انسان در خواب است، اگر به شرطی که 8 ساعت خواب کند.